ما زنای افغانستان امروز که اینجا جمع شدیم ایره دنیا بفهمه هر زن صدای میلیون ها زن افغانستان است. به نمایندگی زنای افغانستان آمدن. امروز در این حالت برفباری مشکلاتی که دارن، ما امروز از اینجا برشان به تمام دنیا اعلان میکنیم که ما زنها یک بدنه از حکومت امارت اسلامی افغانستان بودیم و هستیم. چرا که ما شکر مسلمان هستیم، ما هیچ وقت با حکومت اسلامی و با اسلام مخالفت نداریم. ما نه اسلام گریز هستیم و نه شریعت گریز هستیم. زنای را آوردن سر زنای افغانستان مسلط ساختن که امروز کجاستن؟ حقوق بشر کجاست؟ حقوق مدنی کجاست؟ و کسایی که از حقوق زنای افغانستان دفاع میکرد کجا شدن؟ در 20 سال به دلارها را به بودجه آوردن، اما به زنایی که در قشلاق‌ها هستن که در 40 سال اینا کل مصیبت‌های بزرگ جنگ اونا عمل میکنه، شهید اونا دادن، یتیم اونا دارن، هیچ کمک نشده. و امروز از اینجا اعلان میکنیم که دنیا باید متوجه باشه هر حکومتی که ساخته میشه به خوش مردم ساخته میشه، برای مردم ساخته میشه. ما حکومت‌های تامینی بیگانه را خوش نداریم. ما به حکومت‌های تامینی بیگانه هیچ وقت سرخم نمیکنیم. ما هیچ وقت به غلامی تن ندادیم و نخواد دادیم. و همی بهتر است که امروز دنیا هم بیره بفهمه که ما پشتیبانی از امارت اسلامی میکنیم و در بدنه حکومت اسلامی افغانستان زنای افغانستان موجود است و زنای افغانستان اونا رو سپورت میکنه. بهتری است که دنیا هم بفهمه. اما تو که به یک حکومت غیر قانونی که خودشان دلار میداد با بودجه و خودشان صدا میکردن دستاورد دنیا می بود که افغانستان یک مملکت فاسدترین مملکت در تمام دنیا است. آیا اونا را کی فاسد ساخت؟ خودشان اونا را به قدرت رساند، خودشان نام فاسد سرشان ماند و در دنیا ما را فاسد اعلان کردن. و امروز که اینا پولها را قید کردن، جرم ما چیست؟ آیا جرم ما است که ما مسلمان هستیم؟ بله، ما مسلمان هستیم و هیچ وقت از اسلام نمیگردیم. به خاطر از اینکه برای دین خود می جنگیم، برای آیین خود می جنگیم، برای استقلال خود می جنگیم. زن و مرد افغانستان هیچ وقت غلامی را قبول نمیکنه. این را بفهمند. و این که امروز سرمنشی ملل متحد این قدم برداشته که باید پولهایی که فریز شده او را باید برای افغانستان این را امریکا آزاد کنه. ما از این قدمی که برداشته پشتیبانی خود اعلان میکنیم و خیر مقدم میگیم. ما از جهانی را پرسان میکنیم، امی تکدارای حقوق بشر از پیشان سوال میکنیم. امی کسایی که امرای شما برآمده شاید 1 میلیون هم نباشه و او زنایی که پیش شما میایه که میگه پیسه را شما فریز کنین، ما خبر داریم. او زنا که گرد شما میگرده که فریز کنین پیسه را، شما اگر راستی طرفدار حقوق بشر هستین، آیا این لازم است از خاطر 1 میلیون شما 34 میلیون از گشنگی بکشین؟ آیا اول مردم نان میخواه باز تعلیم میخواه؟ به شکم گوشت تعلیم نمیشه. شما پیسه معلمین قید کردین، شما پیسه مامورین قید کردین، دارایی افغانستان قید کردین و طالبا را هیچ چیز برای طالبا شما نمیتین، در محاصره اقتصادی قرار دادین. پس شما چطور بشر دوست هستین؟ چطور به افغانستان مردمش دوست داشتین؟ شما صرف اونمو چند نفر زنای را دوست داشتین که اینجا کثافت کاری کردن و امروز در گرد شما جمع شدن. اما شکر اینجا میلیون ها زن افغان هستن که شریف هستن، نجیب هستن، با عفت هستن، با عزت هستن، تعلیم یافته هستن. به اینا شما پیسه را قید کردین که اینا از گشنگی بمره؟ نه خیر. روزی رسان ما امریکا نیست. مردم هم بشنوه روزی رسان ما پاک الله است. اما طالبه که شما میگفتین چپلی پوشیده چپلک پوش است، اما طالبه که شما میگفتین که اخی مشدد است، امروز امریکا را با متحدین شکست داد، امروز قدرت به دست گرفت. این چی بود؟ اول همکاری خداوند بود، یاری خداوند بود، دوم همکاری مردم افغانستان بود. بهتر است که پولهای را که اینا ضبط کرده باید بده به یک حکومت غیر قانونی که 1 میلیون نفر به انتخابات حاضر شد، به بودجه ها دلار آوردن، اما حالی که مردم جنگ در افغانستان خاتمه یافته. آیا شما ببینید در 20 سال روز 400 نفر جوان ما کشته میشد، 400 نفر جوان ما از هر دو طرف کشته میشد، 400 مادر سر گلم غم میشیشت، اشک میریختان، 400 زن به خاطر شوهر خود اشک میریختان، 400 خواهر گریه میکرد اگه یک خواهر میداشت، 400 دختر گریه میکرد اگه یک دختر میداشت. شما ضرب بزنید در روز چقدر زن به گلم غم شانده بودن. و امروز الحمدلله ما صدای جنگ نمیشنویم. امروز الحمدلله ما در خانه خود آرام خواب میکنیم. امروز شکر امام ابراهیم عزت و عفت زنای افغانستان حفظ است
کس طرفشان به چشم بد سعی کرده نمیتونه. موضوعی که بر شما بگویم خوارای عزیز، به خاطر که شما را امروز اینجا دعوت دادیم، بسیار تشکر میکنم که شما آمدین. فرض هر افغان است، فرض هر دختر، هر زن، هر مرد افغانستان است. ما دشمنای که در جنگ گرم بود شکست خوردن، اما در جنگ سرد باز دشمنای در لباس دوست داریم. مثلا شما میبینید که او روز یک اعلامیه پخش شد، در او یک چادری را و یک حجاب نشان داد که زنای افغانی را بپوشند. من خودم شخصا رفتم پیش وزیر صاحب خارجه، از اونا سوال کردم. این میجه بر شما دادیم، من آخر فیصله امارات خارجی را در اونجا راجع به زنا هیچ چیز نگفتن. شو مبره چند تا زنی که به $10 خود میفروشن، شو به دیوارا هر چیز نوشته میکنن، شو میخیزن بوسرا را بند میکنن. شما هیچ وقت این لباس ما و شما لباس اسلامی شکر. هر زن افغان میفهمه که چه رقم لباس بپوشه، هر زن افغان میفهمه چه رقم حجاب اسلامی را. اول خداوند زنای افغان حجاب قلبی برشان نصیب کنه و دیگه ما کلگی شکر میفهمیم که زنای افغان چه رقم لباس بپوشه. این ضرور نیست. شریعت گفته که لباس بپوش و باید لباس زن مسلمان پت باشه، اما در شریعت نه رنگش داده و نه کتلاکش داده. ما زنای افغانستان اما تو که از دین خود دفاع میکنیم، از آیین خود دفاع میکنیم، از استقلال خود دفاع میکنیم، اما تو ما از کلچر خود هم دفاع میکنیم. اگر بخواه که کس سر لباس ما انتقاد داره، ما زنای افغان شکر از خود لباس ملی داریم. ما از پوشیدن لباس ملی خود هیچ وقت ننگ نمی کنیم، اما از لباس دیگر ها، از این که سر ما دیگر کس بیایه لباس خدا، کلچر خدا سر ما تطبیق کنه، ما از او ننگ میکنیم. ما از خود شخصیت داریم. زن افغان از خود تاریخ داره. زن افغان در هر جنگی که در افغانستان شده، زنها 50% در اون جنگا و در آزادی افغانستان حصه داره. همچنان در کامیابی طالبان، در کامیابی امارات اسلامی هم زنان سهم داره، به خاطر که در قشلاقا، در ولایت همه زنها بودن، همراه اینا را حفاظت کردن. همی زنها بودن، برای اینا ضرورتشان نان بود، او بود، لباسشان اشته، زنها بودن. و همی طالبا هم کسایی هستند که پدرای از اینا روس شکست داد، فرزندای از اونا امریکا را شکست داد. خوارای عزیز، ما بیگانه نیستیم برای طالبان، نه طالبان برای ما بیگانه است. دیگه در اخیر از شما بازم تشکر میکنم و از منشی ملل متحد بسیار تشکر میکنم که اونا به خاطر آزادی پیسی افغانستان اونا پیشنهاد کردن. و دیگه باید دنیا هم میره بفهمه این خانمایی که اینجا شیشته، این کلشان صدای زنای افغانستان است. اگر واقعا اونا برای زنای افغانستان قدر سوز هستن، مهربانی کنن، پیسه را اعلام کنن که میگه مکتب ما برای معلم ماش از کجا بدیم، پیسه را آزاد کو که به معلم ماش بدیم، پیسه را آزاد که به مامور خود ماش بدیم. موضوع دیگه که سر زبان میشه که والا تمام تعلیم یافته‌های افغانستان برآمده، امروز طالبان نمیتونه که حکومت پیش ببره. ما شکر الحمدلله امروز از دخترای جوان خود بس سویه ماستری به سویه دکترا داریم. ما امروز از بچهای جوان خود به سویه ماستری و دکترا جوانا داریم. هیچ وقت ما احتیاج کس نیستیم. کس اگر به افغانستان دلسوزی داره، خود مسلمان میگه، خود افغان میگه، خودشان باید پیش بیاین و برای افغانستان کار کنه. و این برای افغانستان ثابت شده عزیزایم که تا خودمون افغانا زن مرد دست به دست امنتیم، هیچ بیگانه‌ای برای ما مملکت ما را جور نمیکنه. هیچ بیگانه‌ای ما مملکت ما را به ترقی نمیرسانه. چرا که شما خودتان دیدین در این 20 سال از کدام ترقی شما دیدین در افغانستان؟ و آیا کدام چیز زندگی زنها خوب شد در افغانستان؟ غیر یک چند زن را که به خواست خارجی ها کار میکرد، اون امورا را تا و بالا میکردن، در پیشویدگاه خط سرخ کشیده بودن که باید هیچ وقت اینا در جای برشان کار نده و تا واقعا بر زنای افغانستان واقعا خدمت شود. دیگه ما گپای خدا بسیار کوتاه و خلاص خاتمه میتم. در آخر باز شما تشکری میکنم خوارای عزیز. بیدار باشین، بیدار باشین، بیدار باشین. و این پیام مرا بر تمام دختران، به تمام افغانا برسانین که در جنگ سرد باید متوجه باشن. هر کدام شما باید از خود دفاع کنین. هیچ کس به نام امارت سر شما قانون خود تطبیق کرده نمیتونه و با او دشمنایی که در لباس دوست در آمده و اینا فقط کل ضربه سر زنا میاره و اونا هم از اینجا اعلان میکنم که دیگه هر پلان شما را ما خونسا میسازیم.